میخواد صدایمون رو بشنوه. کامران امیدواریم که فقط یکم هوا تاریک‌تر بشه. یه صدای خورناس جان داره بلکه حضرت چیشی؟ حضرت روبین یه سرکی کسی اینجا هست که به خاطر ما ارتباط برقرار کنه؟ همگی بچه‌ها سلام آقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ولاگ در همین نزدیکی. آقا ما با یه دوربین اومدیم که یه سری اتفاقاتی رو در همین نزدیکی و یه خونه متروکه‌ای هست بریم اونجا و این اتفاقات رو ضبط کنیم. پس تا آخر ویدیو ما رو همراه باشین. اگه دوست داشتین حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره و حتما اون زنگوله بغل چپ فعال کنید که اولین نفری باشه که ویدیوی ما رو پس نگاه میکنه. بدون معطلی بزنید سراغ ویدیو. الان ما تقریبا به اون مکانی که می‌خوایم بریم اون داستانا رو انجام بدیم رسیدیم. تقریبا فیلمبردار بره اونور اون چیزه اونجا می‌خوام بریم. الان اونجا نمیفته، باید نزدیکتر بشیم تا بیفته. بعد اینکه آقا تا آخر ویدیو همراه باشید. ماشین نداره برو اشکال نداره. یه سری اتفاق هم میخوام انجام بدیم دیگه. من حرف نزنم که بریم دیگه. ببین فیلمبردار اونورم بگیره کی بله که اون ما رو نشون بده دیگه. نشون بده دیگه. به قراره بریم امشب دهنمون سرویس شه. الان اگه پشتتون رو نشون بدیم ما رسیدیم، در واقع یه 10 قدم دیگه مونده تا برسیم بهش. میتونی حالا شما نشون بدی آقا فیلم رو نشون بده رو رو که آره امیدوارم که اتفاقای خفنی بیفته. همین الان داریم میریم، ببینید خودتون. آره دیگه خودتون ببینید دیگه فضا خیلی بعد شوخ ماسه برامون نشون بده. هیچ چیزی هم دورمون نیست و حتی هیچ منبع نوری هم نداریم که بگین حالا هر اتفاقی بیفته فکر کنین حالا سایه است یا هر چیزی. الان ساعت هلوش 5 و ربع که تا ما برسیم وسایل رو حاضر کنیم میشه همون ساعت 6 دیگه. حتما همراه ما باشید. ما میریم یه چرخی دورش میزنیم، بعد میریم داخل این ساختمون میگردیم و اون برنامه‌ای که قراره بریزیم قراره اینجا انجام بدیم. این برنامه رو اینجا انجام بدیم و اینکه شام و این داستانا رو انجام بدیم. الان ما اینجایی که وایسادیم یه دونه فکر کنم یه چیز سطح بتون سیمان همچین چیزیه که اینجا رو اگه نشون بدین تقریبا اینجا سوراخ شده و توی حالا فرسایش این داستانا اینجا ریزش کرد. بعد اینجا رو هم بگیر، اینجا هم یه محوطه اینا. خب بعد خب بچه‌ها الان ما دقیقاً روبروی در ورودی وایسادیم. ورودی این منطقه که می‌خوام بریم. آره که یه چیز خیلی خوفی داره که و یه جای دیگه اونجا هستش که ما اون آخر ویدیو حتما واسهتون میریم. آخر ویدیو اگه حتما حمایت کنید چون واقعا اینجا اصلا هیچکی هست، نه اینکه آبادی هست که ما بخوام فرار بکنیم از این کاری. آره کس فقط امیدوارم که از این کارتون خوابا اینجا نباشه چون من یه کفش دیدم اونجا. اشکال نداره اگه هم بود وسیله هستش، اشکال نداره. آقا فقط بزنید بیاین دنبال ما بیاین. اوه حاجی عجب جاییه، یعنی فقط یه ذره هوا تاریک‌تر بشه. اینجا ببین چی میشه. ببین در دیوارام نشون بده، نشونه چیزی شاید بیاد. چه چیزای خیلی خفنی هم اینجا هستش. گفتوبم میخوام ما اینجا چیز کنم. چقدر جو سنگینی داره. حالا کاری با هیچی ندارم ولی جوش خیلی جو سنگینیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از این برم یه فیلمی بگی که اصلا کلن تاریکه. حالا فقط امیدواریم که فقط یکم هوا تاریک‌تر بشه تا بتونیم که اینجا رو خیلی بهتر بهتون نشون بدیم. حتی حضرت چی؟ حضرت روبین؟ نه 8 نمیشه، پایین 8. کامران؟ حالا نمیدونم اشکال نداره، حالا میریم با هم میبینیم. آقا دنبال ما بیا. آقا فیلم بردار بیا. صدرا الان دنبال ما بیایم بریم اون پایینم با هم یه نگاهی با هم انجام بدیم، مطمئن شیم که واسه شمع روشن کردن اونجا اذیت نشیم. دنبال ما بیاین. صدرا بپ. آره دیگه اون پایینم خوبه، فقط باید بدیم یه نگاهی بهش بندازیم. صدرا بیا.
زیاد نزنیم صداشون میپیچه. کسی اینجا هست که بخواد بتونه ما ارتباط برقرار کنه؟ کسی هست اینجا بخواد با ما ارتباط برقرار کنه؟ کسی اینجا هست که با ما بخواد ارتباط برقرار کنه؟ صبر بشین. اگه کسی پایین هست ما قصد آزار اذیت واسه شما رو نداریم. فقط اینکه کسی هست به ما یه نشونه‌ای فقط به ما نشون بده. آنتن اشکال نداره. من همش احساس میکنم که پشتم اینجا وایساده. کسی هست اینجا بخواد با ما ارتباط برقرار کنه؟ بده من دوربین بده من. هیچ کس نمیدونه. بزنم؟ بزن. داری میگیری دیگه. آقا ببین. انگلیسی حرف بزن. کسی هست اینجا بخواد با ما ارتباط برقرار کنه؟ اونو بده پایین. هیچ فقط تاریکی ظلمات میاد. اشکال نداره. بزن وسطی بزن چیز کنه وسط. کسی هست اینجا بخواد صدای ما رو بشنوه؟ کسی هست صدای ما رو بشنوه؟ شورش؟ کسی هست صدای ما رو بشنوه؟ اگه کسی هست اینجا یه نشونه‌ای به ما بده. Show us a sign. بیا همینجا شما واسه ما ردیف کنید و اینجا واسه مشترک بشیم. آره بریم شام بگیرم یا قطع کنم؟ قطع کنم؟ خب آیون یک سال پایین چه حسی داشت؟ خیلی خفن بود. یعنی من حاضرم به نظرم که قطع کن. الان کاری که بخوایم انجام بدیم اینه که بریم پایین شمع رو روشن کنیم. بریم پایین شمع رو روشن کنیم. چیه اون؟ اینو بزن ما ببینیم. این همون سوراخ‌های پایینی که از پایین میرفت داره. یه لحظه بزن اینجا من ببینم. بیایم اینجا بزن. این پایین به نظر نظرتونه پارت بندی کنیم یا نه؟ پارت بعدی بریم پایین. پارت بعدی و اگه این ویدیو خورد لایک خورد اینا خورد میریم پایین و این رسمی که میخوام الان بالا انجام بدیم و سخت‌ترش رو پایین انجام میدیم. آره یه سورپرایز هست داخل این ورقه واسهتونه. حالا این مثلا اینجا نمیخوام واسه پارت بعده. پارت بعد دقیقاً. آره این مال پارت بعد. حالا واسه پارت بعدی شما حدس بزنید این چیه. اگه کسی اینجا هست خودشو به ما نشون بده. کسی هست اینجا؟ اگه کسی هست خودشو به ما اینجا نشون بده. کسی اینجا هست؟ کسی هست خودشو به ما نشون بده. این نشونه فقط نمون بده. ما قصد آزار اذیت شما رو نداریم. آره دقیقاً. خیلی از یه سه عجیب لول میده وقتی آدم نگاهش میکنه. صف بفهمم. اینو یه جا بکنیم تو هم بیا بشین. من نمیشینم. هنوز دوستان این ورقه سر جاشه و این سورپرایز ما هست. کجا بریم؟ یه صدای خورناس جان برار بلکه میبوریم. فنک رو بر
بریم بچه چه خوبه برگردیم ببین اینقدر اینجا اینقدر فاز شوونه که ما میترسیم دیگه اصلا یه ذره بیشتر ویدیو رو اضافه بگیریم و اینجا اصلا باشیم اصلا خوبیت نداره پلیس سگمک کلی اینجا هستش یه نفر هم زنگ بزنه پلیس هیچی نبود هیچی آقا عزیز خدافزی رو بکنین بریم امیدوارم که خوشتون اومده باشه بازم دارم میگم بهتون حتما لایک و سابسکرایب بکنید نره که ببین ما دیدیم زحمت میکشیم واسه شما اگه میخواین یه پارت ویدیو دیگه با موبین و با بگیریم حتما تو کامنت ها بگین یه مکانهای دیگه حالا توی این دور و بر ببینیم اگه جاشو پیدا میکنیم و اون پایین این خونه دقیقاً همین ساعت حتما توی کامنت ها بگین این ویدیو رو لایک کنین چنل سابسکرایب کنین واقعا دیگه نمیدونم چی بگم همه اصلا امیدوارم که خوشتون بازم اومده باشه دیگه خیلی ممنون بچه‌ها خدافظ تا ویدیوی بعدی